سه با سلام و درود به پایان. درس نوبتی درس هشتم که اوید یکی از درس‌های بهترین و درس‌هایی که واسه در صنعت استفاده می شود، راه اندازی محرک اسینخرونی به صورت چپگرد و راستگرد که معمولاً بعضاً ریورس هم میگویند. در این درس ما سه تا از نمونه اسخمه‌های چپگرد راستگرد که معمولاً واسه استفاده می شوند دونه به دونه دیده میبرویم و سراول یک کمتر اوید نظریه چپگرد راستگرد گفته چی چیزا ما در نظر داریم و از کجا ما چپگرد راستگرد محرک انیق کرده میتونیم. فرض کنیم ما محرک به شکل زیرین است. در این قسمت اگر پروانه باشد و در این قسمت شافت همون ولی محرک پیوست است و یگان بار در اینجا به توسط مثال یگان تسمه باشد، زنجیر باشد و محرک نصب شده است و ما محرک به شکل زیرین میگیریم. قسمت پیش و این قسمتی همون وال شافتی محرک و از نمود پیشش نگاه میکنیم و طرف دستی راستگرد و طرف دستی چپگرد و طبق تعیین شده اگر ما با کلمه های محرک که اگر بگذار پیوستی ستاره باشد U V W یکم، اگر مستقیما L1 L2 و L3 را اتصال پیوست کنیم، یعنی منبع تغذیهش به چنین شکل انجام دهیم، تمام محرک طرفی راستگرد چرخ میزنه و برای عوض کردن سمت گردش برای چپگرد کردن ما جای دو فازه یکم با دوم یکم با سیم با دوم عوض میکنیم. این است اوید نظر چپگرد و راستگرد، یعنی برای عوض کردن سمت چرخش گردش محرک برای ما لازم است که تنها جای یک فازه عوض کنیم و در اینجا یکم اوید نقشه سخیمه قدرتی زنجیر قدرتی که ما لازم داریم دو تا کنتاکتوری داره کنی، این کلیت وصل قد و حمایه از اتصال کوتاه و یک تو ریله حمایه سیر بوری. اگر ما مجددا L1 L2 L3 یکی که یکیم اگر پیوست شود و منبع L1 L2 L3 با O1 V1 W1 اتصال شود، تغذیه شود به محرک ما راستگرد چرخ میزنه و برعکس ما در اینجا این نقطه L1 اومد L2 L3 اما از برآمد L1 اتصال شد با L3 با سیوم با W1 L2 به تغییر مون و L3 با L1 با U1، یعنی ما جای دو ناقل یکم با سیما عوض کردیم که در نتیجه محرک ما چپگرد چرخش میکند و این است زنجیر اداره کنی زنجیر قدرتی راه اندازی محرک اسینخرونی به صورت چپگرد و راستگرد و اویدی یک کمتر اویدی نقشه هم گپ میزنیم. ما سه وریانتی اساسی را دیدگیم. یکم چپگرد راستگرد اصول معمولی، اصول ساده ترینه که استفاده می شود برای چپگرد و راستگرد و وسیع هم استفاده می شود. همین اصول است که ما سخیمه اداره کنیش ساده، خیلی هم ساده است. اول ما این قسمتی چی را کنتاکتور را به نظر نمیگیریم. فرض کردیم ما اگر
همین کانتاکت پوشونیم و روز با این قسمت پای اتصال کنیم چی نتیجه می شود. اگر و میبینیم که همین مسیر کیاکیم مسیر سوده‌ای راه اندازی محرک با صورت دویم با خود نگاه دارنده است. S1 ما پخش میکنیم کیاکیم تغذیه میشود و کانتاکت خیش وصل میکند و حالتش نگاه میدارد تو ما قطع تگمه شستی قطع پخش نکنیم. و این چونین KDM اگر ما S2 را پخش کنیم KDM تغذیه میشود و کانتاکت خیش وصل میکند و حالت خیش نگاه میدارد. عادی‌ترین سخمه اداره کنی به صورت خود نگاه دارنده که دویم است. اما در اداره کنی هم به صورت چپگرد و روزگرد یک مشکلی اساسی و یک خطر اساسی در اینجا با وجود می آید. این خطری است که دو کانتاکتوری K1M و KDM نباید که همزمان فروزان شوند، چون که ما در اینجا اگر در اینجا من سخمش ساده تر کردگیم اگر که ما همزمان K1M و KDM پیوست کنیم و ما میدونیم که فازای نقطه آمده ایستوده است، فازای سیم فازای یکم از این نقطه و در با KDM جوش و نیواز می شود. فازای یکم با سیم اتصال می شود و سیم با یکم که در نتیجه رسش کوتاهی اتصال کوتاهی کلانترین بین فازوی L1 با L3 و L3 با L1 با وقوع میاد که این خیلی هم حالت صدموی کلان است و این چیز حتما باید به نظر گرفته شود و برای این ساده ترین حمایه است با اون میگن قلف الکتریکی. یعنی ما در همین اصول فقط یگانه راه محافظت با قلف الکتریکی، یعنی قلف الکتریکی گذاشتن کانتاکت های بسته KDM در مسیر K1M و K1M در مسیر KDM، یعنی با آن معنی که هر زمان که KDM فعال شود با ما اجازت فعال کردن K1M داده نشود، فقط تنها یک تا کانتاکتر فروزان شود. یعنی با این مثال در مسیر K1M کانتاکت تیغه بسته KDM است و در مسیر KDM K1M، یعنی اگر K1M فروزان باشد ما هر چی که S2 را پخش کنیم این تیغه باز است KDM تغذیه نمی شود تا زمانی که ما قطع نکنیم و برگشته KDM S2 را پخش نکنیم. اما در اینجا ما گفته نمیتوانیم که سخمه اداره کنیم و کاملا کامل است و یگان صدمه به وقوع نمی آید. اما در اینجا خطری که تا حالا ادامه دارد اگر ما همزمان S1 و S2 را در یک لحظه پخش کنیم، یعنی S1 به S2 را همزمان پخش کنیم و در یک زمان K1M و KDM فروزان شود، همون خطر اتصال بین فازوی بازم به وقوع می آید. یعنی یک مشکل علاقه یک نقصان در اینجا وجود دارد در سخمه وارنتی یکم. در سخمه وارنتی دوم در اینجا هم راه اندازی محرک اسینخرونی است به صورت چپگرد و روزگرد با توقف محافظت شده. یعنی چه خیل محافظت شدگی است. در وارنت یکم ما گفتیم تنها قلف الکتریکی داریم، اما در وارنت دیوم هم قلف الکتریکی داریم و هم قلف مکانیکی. یعنی ما در یکم وارنت اگر از استارتاپ شسته های ساده یک تیغه استفاده کنیم، در دوم وارنت حتما ما از دچینکه استفاده میکنیم. یعنی که اگر همزمان که S1 این نقطه ما میگذاریم رقمشون S0 S1 هست یا S2 S1 که پخش کی شد، هر زمانی که S1 که پخش کی شد این نقطه را ما میبینیم حتما مسیر S2
مسیر KDM از این نقطه قطع می شود. یعنی ما هم پیوست هم حمایه مکانیکی گذاشتگیم که ما اگر ایرا پخش کنیم یک طرف KM حتما وصل میکنه و KDM قطع میکنه و اگر ما همزمان هم AC1 و AC2 را هم پخش کنیم اینها یک دیگری ایش مسیری AC2 مسیری AC1 و AC1 مسیری AC2 را قطع میکنه که همون مشکلی همون نقصانی که در حالت همزمان پخش کردن تکمه AC1 و AC2 با وجود می اومد که اتصال کوتاه حاصل میکرد برطرف می شود. و در اینجا این AC1 با تیغه این برای استارت است. این اگر نمشان گذاریم این است روزگارد، این است چپ گارد. یعنی ما در این نقطه اگر پخش کنیم AC1 که یکی فروزان می شود و محرک ما روزگارد چرخ میزند و اگر چپگارد که پخش کنیم یعنی یگان چیز حاصل نمی شود چون که علاقه که یک ما فروزان است و این تیغه در این نقطه قلفی الکتریکی گذاشته شده است و که یک باز است تو ما قطع نجقیم سینول نجقیم ما چپگارد پخش کردن نمیتونیم. اصول دیگر وارنت دیگر که است یکی از وارنت‌هایی که در بالوبرها کران‌های ساختمانی واسه استفاده می شود در استفاده راه‌اندازی چپگارد روزگارد به طور سریع یعنی همزمان در دو اصول در دو وارنت یکم و دوم برای عوض کردن سمتگاردیش ما حتما تگمه قطع پخش میکردیم سینولا و بعد سمت عوض میکردیم از چپگارد باشد به روزگارد از روزگارد به چپگارد. اما در این سخیمه طراحی شده به چنین شکل نیست. فرض کنید من AC2 را پخش کردیم اینجا رقم گذاریشون خطا شدگی است این AC2 است این AC1 محرک ما به صورت روزگارد میچرخه یعنی که یک این فروزان میشود. اگر من که AC2 را پخش کنم باز نمشا میگذاریم این است چپگارد روزگارد. اگر من چپگارد AC2 را پخش کنم این مسیر علاقه این نقطه قطع میکنه و وقتی که این قطع شد که یکیم قطع میشود تیغه بسته حالت اولش میگیرد به حالت بسته برمیگردد و این نقطه و این استارت یعنی چپگارد راه اندازی میکنه سریع به پخشی AC0 یا که برعکس اگر KDM فروزان باشد من AC1 پخش میکنیم از این نقطه علاقه مسیری KDM قطع میکنه که این باعث میشه و کانتکتی KDM حالت اوله بسته برمیگردد و از اینجا KDM فروزان میشود. این بود نقشه و ما میخوایم به طور شبیه سازی سیمولیاسیون آنها رو ببینیم. این است اصول یکم راه‌اندازی محرک اسینخرونی با صورت چپگارد و روزگارد با توقف. اصول معمولی محافظت با قلف الکتریکی منبع 3000 تغذیه میکنیم استارت میجخیم طرفی چپگارد روزگارد. در این صورت حرف این جوشون نوشته جوتوشون خطا شدگی است. این روزگارد یعنی AC3 را پخش کردیم محرک به طور روزگارد با کانتکتوری KM1 راه اندازی شد. علاقه مسیری KM2 قطع است ما گفتیم قلف الکتریکی دارد هرچند که ما AC2 را پخش کنیم یگان نتیجه
حاصل نمیشود تو ما قطع نکنیم و پس از قطع ما اسید را باز پخش میکنیم محرکی ما به طور چپگرد میچرخه و گفتیم یگانه نقصانی که در اینجا وجود داره همزمان پخش S1 و S2 است. بازید ما یک کار میکنیم برای در عمل دیدن. ایران میمونیم S2 یعنی همزمان من هم S1 هر دو ستارت پخش میکنم که هر دو یک نام دارم و کیم یک و کیم دو همزمان راه اندازی میشود که اتصال کوتاه با وجود میاد. یعنی علاقه کلید Q1 ما محافظت کرد. یک بار دیگر هم حمایه سرباری هم عمل کرد. یعنی یگانه نقصانی که گفتیم که اصول یکم اصول معمولی داشت این همزمان پخشی هر دو تکمه است که در این صورت کیم یک و کیم دو همزمان فروزان می شود و اتصال کوتاه بین فازوی یعنی یکم با سیم و سیم با یکم با وجود می آید. دویم اصول بود اصول راه اندازی محرک اسینخرونی با صورت چپگرد و راستگرد با توقف حفاظت شده. یعنی ما اون نقصان یکم در یکم سخیمه بودگی را علاقه ما برطرف کردگیم. یعنی اگر که اهمیت داده باشیم هر زمان که ما S6 KM3 در اینجا برای راستگرد است پخش میکنیم علاقه مسیری KM4 برای چپگرد مسیر چهارم علاقه هم حمایه مکانیکی و هم حمایه الکتریکی هم کانتاکت KM3 جا باز میشه و هم مسیری KM4 یعنی اگر S6 پخش شدگی باشه من با S5 هم پخش کنم یگان نتیجه حاصل نمیشه. یعنی هم زمانی پخشی تگمه های چپگرد راستگرد یگان نتیجه حاصل نمیکنه چون که این مسیری KM4 قطع کردگی است چپگرد و راستگرد و چپگرد باشد مسیری راستگرد و این یعنی با برای راست چپگرد چرخیدن باید ما قطع پخش کنیم یک و چپگرد این صورت گردش است RPM. این سخیمه یگان کمبودی ندارد هم حمایه الکتریکی و هم قلف الکتریکی و هم قلف مکانیکی دارد کامل است اما در بعض مواردی ها با ما لازم می شود که این سخیمه را استفاده کنیم خصوصا در بالا بردارها. یعنی ما یک تا استارت و یک تا استاپ داریم و ما می خواهیم که هر زمان که ما چپگرد پخش کردیم محرک ما به طرف چپ چرخش کند و راستگرد پخش کردیم سریع به طرف راست چرخیدن آغاز کنیم. فرض کردیم ما چپگرد محرک راه اندازی کردیم راستگرد میخواهیم چپگرد راه اندازی کنیم نمیشه کمتر stop یک بار دیگر راستگرد بود که میده فروزان است
سیمولیاسیا چیکار بودی دوران شبیه سازی با صورت چاپگاه که ما با صورت چاپگاه راه اندازی نشده شده شد روزگارد چاپگارد یعنی ما سریع میتوانیم که سمت گردش به پخش تکمه قط اجرا کنیم و این تنها همین است برتری همین سخمه اداره کنیم و این بود اوید نظریه و سخمه و ما به طور عملی هر سی سخمه هر سی وارنت ها دیده میبریم سراول آغاز میکنیم از زنجیری قدرتی سیمکشیش کاملا انجام میدهیم ما داریم منبع تغذیه 3 فازه 1 فازه از کلیدی وصل قطع برآمد اومد کنتاکتورها و L1 با T1 با L1 باز با L1 دوم یعنی سیمکشی یک طرف یگان مشکلی ندارد مثلی درآمد و برآمدش با برآمد اتصال میشود 3 نقل برای اینجا و ما داریم جهش کننده یعنی برآمد قسمی بالا علاقه مثل سخیمه سیمکشیش انجام شد یعنی فاز یکم اومد یکم کنتاکتور L1 و از L1 کنتاکتور یکم اومد با جهش کننده پریمشکه با L1 کنتاکتور دیم همچنین مجددا L2 و L3 یعنی در قسمتی بالا ما جای فازا رو ایواز نکردیم چه خیلی کی بود همین خیلی پیوست کردیم و یک چیز دیگر را باید قید کنیم که در پایان ما چی در بالا چی در پایان ما جا را ایواز کنیم جای فازا یگان فرقیت ندارد نه که حتما باید در یک طرف ایواز کنیم یا در طرف بالا جای فازا را ایواز کنیم یا در طرف پایانی کنتاکتوری یعنی کلید دیم در این کنتاکتور شما ایواز میکنیم و در اینجا اگر اهمیت داده باشیم هر ناقلوی قدرتی اومدگی هم اتصال شده هم با پیش از ریلی حمایت سیربوری یعنی ما در این بدین شکل ما نمیتوانیم که ناقلو رو در این نقطه پیوست کنیم چون که کنتاکتوری که یکی امی ما با سیربوری حمایت میکند اما که امنی حتما ما باید ایرک شویم پیش از ریلی حمایت سیربوری چون که باید هم در چپگرد و هم در روزگرد ریلی حمایت سیربوری ما کار کنیم نقلوی کنتاکتوری که دیم وصل میکنیم رنگ برنگ و ما جوشون رو لیواز نمیکنیم در کدیم لیواز نمیکنیم طبق نقشه یکی ما اومد L2 تیده از تیده برآمد و این چنین
eli se. اما در کنتاکتوری که یکیم جای نقل یکم بسیم، یعنی جای دو نقل یکم بسیم ایواز می شود. این یکم است، تی یک است با تی سه اتصال می شود با تی سه. یعنی یکم با سه ایواز کردیم و سه باشد با یکم ایواز می شود جوش. نقل دیم به تغییر سیم دیم به تغییر اتصال می شود و ریلی حمایت سیرباری را میگذاریم.